سلام عشقا، حالتون چطوری؟ گیم پلی ویل براتون آوردم، یه چیز خفن. 15 تا کیل زدیم داخلش و این ویدیو برعکس ویدیو دیگه فقط در حد اینترو براتون نمیگیرم، کل مچ رو سعی میکنم حالا نکته هایی که چیزهایی که داخلش هست رو بهتون بگم. همین که من کلا خودم مارکسمن پلیر و میج پلیرم، دوتا رول اصلی. خب وقتی میگم مارکسمن پلیر و میج پلیر، منظورم اینه که داخل مید و گلد هیروهای مختلفی رو میتونم پلی بدم در حد حالا سطح بالا و سطح خوب، ولی خب مین هم دارم داخل ایکس پی و جانگل و اینا. ولی وقتی یه طرف میگه جانگل پلیرم، یعنی دیگه همه جانگل ها رو تقریبا پلی میده دیگه. اینجا نها کنید، من دستم رو فلیک بود، قشنگ حالی که اولتش انداخت سریع فلیک کردم که کیل نشم. این بازی رو اول اینکه بهتون بگم تیگمون خیلی پلشت، خیلی زیاد، یعنی مثلا در حد این که مثلا بره بلریکو بکشه زیر پا مارکسمن، بلریک اولت کنه مارکسمن رو سرویس کنه. چون دیدم اینجوری خودم اسکای آوردم، دیدم تیم فلجه اسکای آوردم و سعی کردم اتک آخر بدم و کیل بزنم، اساسین بازی کنم به جا میل. چون ویل یه میجیه که بهتره که دمیج دست جمعی بده دیگه. اولتش دیدید دیگه، همه رو دمیج میکنه خرکی، ولی خب من سعی میکردم کمپ کنم و کیل بزنم. فقط دمار از روزگار هارلی در آوردم. اینجا هم یه فلیک دو کردیم و مرد زیر تاور کلینت. آره دیگه، موقع اینجا فقط سعی میکردم کیل بزنم اسکای هم بیاد شارژ بشه. وقتی شارژ میشد دیگه واقعا شات میکرد. مثلا یه حرکاتی تیگ انجام میده اصلا برای الان مثلا بهترین حرکتش رو کل بازی بود. حالا جلوتر اگر چیز کنید میبینید که اصلا خیلی داغونه تیگه. آها اینجا اسکای هم اومد دیگه تموم شد. فقط سعی میکردم دمیج آخر بدم و کیل بزنم. تیم فلج بود، هم جانگل هم رومرمون نابود بود. الان در حال حاضر دارم براتون این ویدیو رو میذارم، رنکم 63 گلوریه. ببینیم این سیزن میشه ایمورتال رو بزنیم یا نه، چون هم خیلی درست حسابی رنک آپ نکردیم. ناکن اینجا فقط اسکای قشنگ عمل میکنه، کیل میشه، میترکه. این هم که ایکس بورگ زد. آره داشتم اینو میگفتم، ببینیم میرسیم ایمورتال یا نه. اصلا رنک آپ نکردیم این سیزن و اینکه فقط هم دنبال این ایونت کایزن که هستش، اسکین ملیساش و اسکین چیزو بگیرم، زیویر. اینجا ناکن من هارلیو دیدم آخه 2 ساله، چرا تو اولت من میکشیش بیرون؟ چه خریه اینا؟ گاف آقا تا اینجای کار ما 8 تا زدیم فعلا، 8 تا کیل خوب زدیم. چه دمیجی داره نوواریا، چه قشنگ میزنه، شات میکنه. آمار آخر بازیمون شد 15-2-2. قشنگ مشخص اساسین پلی داره. جانگل ما بلریک دمیج میده، اولتشو میزنه بلریک فرار میکنه، یعنی طلاه. دوباره 1-2 سر بلریک، 1 ساعت دارم بلریک میزنم. نگاش کن تیگو نگاش کن، خدا وکیلی تیگو اولت کرد، تیگه هنوز از تو لولا نمیره بیرون، خودکشی کرد. ایزی. اینجا من نوشتم فقط من نگاه کن، تیگ وای قشنگ مشخصه. اینجا دیگه اسکای اومده، یه دو میزنم اچ پی آخر قشنگ کیل میشم با اسکای. من معمولا یعنی برام میج خیلی وقتا اسکای نمیارم، چون مثلا یه سری مثلا یا مارکسمن یا جانگل هستن که میبندن. ایزی یه 2 اولت 1
ولی خب بعضی مچا برای اینکه در بیاد میبینم کیلر نداریم خودمم میبندم برای میج. حالا جلوتر ببینید چقدر هارلی، اوه دمیج اینو ببینید، هارلی سرویسش میکنم، کمپ هارلی میگیرم، خیلی بد میزنمش. اینجا کمپ گرفتیم برات مارکسمنشون دیگه، هرچی خدا بخواد دیگه. به کمپ گرفتیم ببینیم کی دم دستمون میاد. اچ پی کم ناکن هارلیه، خدا بیامرزتش، آدم خوبی بود. زارت خدا نگهدار. اینجوریه دیگه، هر کی زودتر دستش رسید به اون یکی، یعنی هارلی کمپ بگیره بیاد رو من اون میزنه. اینجا من ریدم، قشنگ ریدم، الکی از خودم تعریف نکنم. فقط وقتی اسکیل میس میدی باید بگی دیگه. میدیدم بلریک اومد سری چیز کرد، فیلیکمو زدم تو التش گیر نکنم دیگه. اینجا هم یه الت میندازیم یه کیل میگیریم. من حقیقتا میبینید اینا رو میس نمیدم، اسکیلا رو دارم شو میگیرم برا خودم، چون نه اینکه تانکمون خیلی خفنه، دارم این بوشا رو برا خودم شو میکنم. میبینید یه دو میندازم تو بوش، به خاطر همینه. آره آقا دوتا لاینشونو مگا کردیم دیگه، دوتا نه ببخشید یکیشونو مگا کردیم، یکم خیالمون راحت تره. اینجا چه شانسی آوردم. سعی کنید تو بازی حتما پوش رو، چون میبینید یه جا مثلا یاراتون فقط دوست دارن کیل بزن. حالی دوباره اینجا نگاه کنید. خدا حافظ، بای بای. یه جای بازی بود حالی هم تایپ کرد به حالا انگلیسی که دهنمو گاییدی، دقیقا معنیش همین بود فکر کنم. آره دیگه داشت فشار میخورد. آره داشتم اینو میگفتم که داخل بازی حاجی چون یار رندوم خیلی هاشون درب و داغون میندازه، معمولا درب و داغون میندازه. حالا بعضی مچا میبینید باتون یار خفن میندازه، اینم هم میجشون. پوش رو حتما دقت بکنید. بعضی موقع میبینید آقا بازی مثلا 13-2 به نفع شما، ولی اونا تاور بیشتر گرفتن ازتون و این خیلی بده دیگه. یهو میبینید یه سان داخلشون شاخ میشه میره اصلا بیس رو میکنه. تو این تاور مثلا مگا بکنید و اینجا هم که دیگه آخر بازی و ایزی وین کردیم. آقا اگه خوشتون اومد چنل رو ساب کنید، دمتون گرم، عشق بدید، یه چند تا کامنت انگلیسی بذارید، مرسی واقعا. اینجا هم شده بودیم آنر 3 ستاره. حمایت کنید، دمتون گرم، بوس به کلتون، خداحافظ.